بغض به علی عمومی است. سامری گوساله ساخت، اونا چرا خوششون اومد؟ من چی میگم؟ الان یه نفر برگرده اینجا بگه یه چیز عجیب غریب بگه آقا بیاد یه خونه یه نفر رو بریزید توی پارس مردم بیان بخورن. دیوانه رو نگاه کنید، یه نفر حرفش گوش نمیده. یعنی اون کسی که میخواد فتنه کنه یک حس مشترک و شناسایی میکنه، رو اون دست میذاره. اینو مردم نمیپذیرن. مثلا سامری میاد میگه آقا بیاید مثلا به جای گوساله پرستی بیاید مثلا، چرا گوساله هم گفتن چرا قوم بنی اسرائیل؟ چون گاو آپیس مصریا بود. ما همونجوری که ما غرب زدگی داریم اونا مصر زدگی داشتن، نماد تجدد و تمدن میدونستن این گوساله رو. قرآن هم میگه قلب‌هایشون از محبت گوساله نوشیده است. معادلش تو اسلام میشد چی؟ جاهلیت. اینا به این سادگی نتونسته بودن از خوی جاهلی فاصله بگیرن. همه چیشونو پیغمبر امروز ریخته بود به هم. دوستشون برگردن به جاهلیت که برگشتن هم تا حدی بعضن. منتها با مدیریت امیرالمومنین اسلام و اصلش رو حفظ کرد. امروز به من تو رسید. صبح و شب در هر نفس 1000 بار از امیرالمومنین تشکر کنیم که خدا قسم اینجوری ببینید که دار و نداره، یه کافری بودی گوشه افتاده بودی یا یه داعشی یه جا داشتی سر یکی میبردی. امروز اون یارو کل دنیا میگن ایران دست درد نکنه. چرا ایران دست درد نکنه؟ چرا ایران دست درد نکنه؟ مگه تو همین ایرانی الان یه عده نیستن اونور دارن با پرچم اسرائیل میرقصن؟ کدوم ایران دست درد نکنه؟ همون ایرانی که مسیر امیرالمومنین شناخت، اون بخش از ایران. 4 تا کشور کلا جلوی اسرائیل وایستادن، پهپاد زدن، موشک زدن فلان، که لبنان، عراق، ایران، یمن، همه فقط شیعه ها. دیگه واضح تر از این ما ممنون امیرالمومنین باشیم. امام رضا اینجا نمی اومد. امروز سرنوشت ما یه چیز دیگه بود. به والله اصلا ایران محب اهل بیت شد، ایران بعدن شیعیان اینجوری شد، کشورش به خاطر حضور امام رضا علیه السلام بود. چند هزار نفر از شیعیان از عربستان شروع کردن آمدن ایران در موجه های مختلف، گروه های مختلف آمدن وارد ایران شدن. حضرت معصوم سلام الله علیه یه گروهی با ایشون میاد، یه گروهی با احمد ابن موسی، یه گروهی همینجوری آمدن و این مذهب و این مکتب رو آوردن مردم. و اون نرم افزار با نرم افزار ایرانی‌ها خوند جور بود. اخلاق مدار بودن ایرانی‌ها. اخلاق اهل بیت رو پسندیدن، دوست داشتن. ایرانی‌ها اهل پاکی بودن. ایرانی‌ها عفیف بودن. بعضی کشورها دیگه اینجوری نیستا. اصلا شما می‌بینید حجاب تقریبا هر لفظی عموما میشه اینجوری تا ادعا کرد. عموم الفاظی که راجع به پوشش نه در فارسی در زبان‌های دیگه هم داره استفاده میشه از فارسی رفته. مثلا ایرانی‌ها مردم پوشیده بودن، یونانی‌ها نه. اصلا اوضاعشون خیلی خراب بود. الان نمیتونم بگم. همین کفی که ما میگیم کف روی آب، این کلمه فارسیه. خب اون چیزی روی سطح، همین کف دست که میگیم، این از فارسی رفته اون ورا. دقت کن. کپر فارسیه، یعنی پوشش. کفر فارسی ریشش، یعنی میپوشونه حقا. اصلا به کشاورز عرب کافرم میگه بعضن، یعنی میپوشونه دانه رو. به نوعی از موش کافر میگن به خاطر که میبره چیز قایم میکنه، خاک میریزه روش. کپتان یعنی کپتان، یعنی نه کاپیتانا، کپتان یعنی پوشش تن. کپ که کلاه الان تو انگلیسی، کیپا در عبری، قبا همون که شده ق شده ب، قبا در عربی. از این مردم رفته، از زبان این مردم رفته. خیلی من زبان شناسی مطالعه دارم. مردم عفیفی بودن، میخوردن، میدوست داشتن. مردم ایران سیاوشون داشتن. آدمی که برای اینکه اثبات کنه راستگوست
میره تو دل آتیش. موارد متعدد. نمیگم خطایی چیزی نبوده مثلا یه طرف تاریخ سفید بگین، نه، اما خداییش یه سر و گردن بالاتر از دور و بریاشونه. یه سر و گردن. ایران جغرافیای تعادل بود، متعادله. الان شما هر چی به سمت شبه قاره میری میبینی اصلا مبالغه رو دوست دارن. فیلم هندی‌ها رو ببینید، اون طرف سمت چیز میری، یعنی بر روح محور سمت اروپا میری، خرد محور. از قدیم اون فلاسفه از اونها در اومدن، افلاطون، ارسطو. میبینید قدیم هم از تا 2500 سال پیش. مثلا ایران بین این دوتاست. نه رشنالیزم و رسیونالیزم افراطی داره هر چی عقلم بگه، نه کلا ول کرده مثلا چسبیده به مثل هندیا. بل امرو بین الامرین. از قد و قواره و قامت و ژنتیک بگیر تا همه چی. این جغرافیا به این نرم افزار میخورد. خوب ستاپ شد رو اینجا، خوب نصب شد. ما مدیونشونیم. معلوم نبود امروز چیکار بشه. برای هم میریم زیارت. ما میریم زیارت میگیم آقا ممنون توی علی ابن موسی رضایی، نور و رحمت با خودت آوردی. رحمت خدا بر تو، خدا هر روز بر درجاتت بیافزاید. آقا ما میتونیم به امام اینو بگیم بله ورفع درجته، نمیگی تو نماز؟ اینم مثال بزنم و تمام. اهل بیت حسابشون گفتم، اما این قشنگ صبح به این نفر تو حرم ازم پرسید، بهش گفتم گریه کرد. کنار نشست گریه کرد. گفت این برای من خیلی حل. یکی دیگه اومد سوال پرسید، اینا اومد بغل عکس بگیره، اینم شنید. گفت من قسمت بود من اینو بشنوم. گفت داشتیم میرم اصفهانی، میگم ما ساعت 5:30 پرواز داریم بعد بریم. بعد گفت بذار برم یه لیوان دیگه آب بخورم، دیدم شما اینجا نشستید عکس بگیرم. یکی دیگه اومد، اون مازندرانی بود، اون که داشت سوال پرسید. گفت ما میتونیم بر امام مثلا امروز فاتحه بفرستیم، فایده ای داره؟ گفتم آره. بله. تو درخواست علو درجات بکن، از صلوات و سلام همینه دیگه. یه درود خدا یعنی چی؟ درجات بیاد بالاتر. خود کی ما؟ گفتم آفرین. حکایت اهل بیت حکایت یه دریاست. یه دریایی که پالایشگره. دریا نگاه این همه جنازه ماهی توش میمیرن، نمیدونم چی میشن، اما دریا همیشه چیه؟ پاک. اقیانوس همیشه چیه؟ پاک. ما چیم؟ ما چاله های کنار دریاییم. این شمال میرید نگاه کنید مثلا میبینید یه چاله آبی اون بغل، این دریا جزر و مد که میکنه این چاله پر میشه، دوباره جزر که میاد کم میشه، این اونجا. بعضی از این چاله ها میبینی که اگر هی دائم این مده نباشه اینا چی میشن؟ آلوده میشن، پا میخورن، جک و جونوری یه چیز آشغالی میزنن، کثیف میشن. دریا پالایشگره. اون مطهر و مطهره، او پاک شده و پاک کننده است. ما حکایتون چاله آباییم، اهل بیت حکایتون دریا، اون اقیانوس پالایشگر. اینا میرسن به ما رو پاک میکنن. کی اذن میده اینا به ما برسن؟ خدا. همه چی دست اوست، شفاعت دست اوست. اون قدرت جزر و مد است. او اراده میکنه مد بشه این آب برسه. حالا سوال من جوابه، آیا به دریا رودخانه هایی میریزد یا نه؟ بله. بود و نبود اون رودخانه به ما ربطی نداره، اصلا نقشی در ما چالهه نداره اون بغل اون دریا، اما هر روز داره آب جدید به اون دریا اضافه میشه. در باب علم امام تو روایاتمون زیاد داریم که میگه هر جمعه، هر شب جمعه بر علم امام افزوده میشه. این علم از چه جنسیه؟ اون علمی که ما لازم داریم؟ نه، درجاتی است که همونطور داره افزوده میشه برام. سلام وقتی شما میدید مستحب، جوابش چیه؟ واجبه. کسی که خودشو متعهد کنه روزی زیارت عاشورا با 100 لعن 100 سلام بخونه. من بارها گفتم من خودم توفیق دارم میخونم، به همه میگم بخونید. سالهاست شما میگه سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب، همین الان به 200 نفر سلام دادید. جواب تمام اینا واجبه. جواب سلام رو میدن. امام حسین به سلام میده، میگه ولی اولاد حسین. اولاد حسین کیه؟ امام رضا. امام رضا به جواب سلام میده.
تو همین زیارت امام رضا اذن دخول میخوای بخونی تو حرم زدن چی میگی؟ میگه خدایا تو گوشمو بستی که من صداشون رو نشنوم، وگرنه معتقدم سلام من به اونها میرسه. حالا فکر کن همینو باز 100 بارم داری الهی، او میشه چقدر؟ 15,000 تا 20,000 تا سلام هر روز، سلامی که به سمت تو زندگی تو داره میاد. این چیکار میکنه با زندگی تو، با روح تو، با آخرت تو؟ یه موقع است من سلام میدم، یه موقع است امیرالمومنین بهت سلام میده، یه موقع است امام رضا بهت سلام میده. آباد میشه آخرتت، سلامت میگیره دین و دنیا تو. ما همه مدیون رسول الله امیرالمومنینیم و ممنون دارشونیم. و اگر نمیبود امیرالمومنین امروز کجا بودیم؟ نام علی رو فراموش نکنید، رو بچه هاتون زیاد بگذارید. امام حسین ببینید چی؟ پسر داره گذاشته علی، بعدی رو گذاشته علی، بعدی رو هم گذاشته علی. ما الان میگیم علی اکبر اسمه، خودش یه اسم دیگه بزنم، اما برای اون یعنی علی بزرگتر به عربی. امام سجاد علی اوسط، حضرت علی اصغر میکرد، علی کوچکتره. روش اهل بیت این بوده. خودش هم اسم شیکیه دیگه، منم افتخار میکنم اسم علی اکبر. تعجیل در فرج قطب عالم میکنه حضرت صاحب الزمان صلوات نبی.